سلام. اگر شما موقعی بازی با PS4 تون دچار کمبود FPS، لگ خوردن یا کمبود کاهش رزولوشن و کیفیت میشید، حتما این تنظیم گرافیکی ها رو انجام بدید. من خودم مثلا کال اف دیوتی ورلد وار 2 چه بخش آنلاین چه آفلاینش وقتی پلی میدم خیلی لگ میزنه. چرا؟ چون که گرافیک این گیم به حد چیزی بالاه. شما اول از همه توی بخش ستینگ این گزینه آخر رو، این گزینه که تیک داره رو، تیکشو میتونید بردارید و بذارید. به نظر من تیکه رو بذارید حتما. چرا؟ چون که به کنسول فشار خیلی کمتری وارد میشه. بعد میایید توی بخش ساوند اسکرین، گزینه اول و بازم گزینه اول اینجا 5 تا گزینه داره: 1080p، 1080e، 720p و 420p و اتوماتیک. 420p خیلی کمتر از 420p هم میشه تنظیم گرافیکی گوز. ببخشید البته، چون که پیس تیری دیگه همین 480. و به نظر من یا روی اتوماتیک بذارید. اگر روی اتوماتیک بذارید کنسول بیشترین کیفیت واسه شما در نظر میگیره که روی همین 720p بذاریدش. و الان دیگه شما نه درگیر کمبود لگ میشید نه درگیر کمبود FPS و به کنسولتون هم فشار خیلی کمتری وارد میشه و روی همین تنظیم گرافیکی بذاریدش خیلی بهتره. اما مثلا روی اگر همون 480 بذارید دیگه خیلی کیفیتتون میاد بالا. این الان کیفیت چیزه 720 که 720 چیز معقول و خوبیه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما یه کامنت قشنگ واسم بذارید، یه لایک هم بکوبید پای ویدیو و درودی دیگر بدرود.